تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار دهم. در راه به سوی یورغ. خیر محمد دمی گوسفندها را برآورد. دارابشاه به او یاری داد و هر دو لباس به بر کردند. از سردی بدن مانند انار سرخ گشته‌شان می‌لرزید و دندانهایشان شرق شروق به هم می‌زدند. شمالک صبحگاهی سست باشد هم گوییا صدها سوزن را با سرعت تیر با خود آورده به تنشان می‌خلاند. دهه وم در آن سوی رود پنج خیلی خرد و حتی یک جزء دامنه پر از سنگ کوه بزرگ برف پوش می‌نمود. تنها دودی که از روزنه‌های به نظر ناپدید به هوا می‌پیچید از وجود داشتن خانه‌ها در این موضع درک می‌داد. گلخن افروخته گرم شویم. از شدت دندان به دندان زدن دارابشاه سخنش را به زور به آخر رساند. نه، از آن طرف می‌بینند. تیز راه گرد، گرم می‌شوی. راضی نشد خیر محمد و سنوچها را خود برداشت و کمان را به دارابشاه داده با شتاب به راه درآمد. دارابشاه کمان را سر کتف نهاد و دنبال همراهش را گرفت. پس از نیم ساعت راه گشتن چشم روز هم کفید. از سردی در بدنشان آثار نماند. خیر محمد برای دم گرفتن تخت سنگی را انتخاب نمود. کمی دم بگیریم که راه مشکل‌تر می شود گفت او. اکنون به سوی گردنه رو می آوریم. وقت نماز هم رسید. خیر محمد لب آبک مصفای که گویا سرودخوانان از در می آمد طهارت کرد و بالای تخت سنگ به ادای نماز نشست. دارابشاه نمازخوانی همسفرش را تماشا کنان فکر میکرد که از روز او را میشناسد یگان بار هم نمازش را قضا نکرده است. در درون عاقل بدبوی نیز میدید که خیر محمد در دل شب برخاسته دوزانو میزد و با خدای خود راز میگفت. چقدر انسان پاک و شریف است این مرد، به خود اندیشید دارابشاه. شاید فراست و قوتش از همین اعتقاد صمیمیش باشد. دارابشاه به اختران کمشمار آسمان سحرگاه نگریسته ناخواست فکر کرد که در عمرش بار هم سر به سجود نبرده است. به یاد آورد که پدرش نماز می‌خواند، مادرش هم تا دیگرگون گشتن خیالش در ادای دعا مرتب بود. پس چرا او بار هم در این بابت فکر نکرده است؟ اگر نمازخوان می بود شاید نوکران به خانه بیجادما نمی آمدند و او از دختر دوست داشته اش جدا نمی شد. از خیر محمد باید نماز آموزد تا از خداوند التجا کند که بیجاده زیبایش را در پناه خود نگه دارد. پس از ادای نماز خیر محمد از بارخلتش نان و تلخان توت برآورد و هر دو در لب آب نانشته کردند. دارابشاه آرزویش را به زبان آورد. برادر، بسیار میخواهم نماز را یاد بگیرم. به من یاری میکنی؟ البته دوستم، تو مگر نمیدانی؟ افسوس یگان بار در پیش نشدم. هیچ گپ نه، کار مشکلی نیست. خوانده میتوانی؟ سواد ندارم، پاسخ داد داراب. اولاد ما همه دهقان و فقیرند. پروا نکن اندوال، خط و سواد هم یاد میدهم. و کمی اندیشید و شاخه را به دست گرفته در روی قم خطی کشید و گفت این حرف اول الفباست که الف نام دارد. سپس شاخه را به دست دارابشاه داد و خواهش کرد که او نیز در پهلوی آن الفی بکشد. دارابشاه در روی قم الف خود را کشید و منتظر بهای آخوان شد. خیلی خوب، تعریف کرد خیر محمد. از تو شاگرد باهوش میبراید. هر روز حرف نوی به تو یاد میدهم. در کجای فرصت پیدا کردی مشق کن. با آبادی رسیم قلم و کاغذ هم پیدا میکنیم. اکنون از پس من تکرار کن. الحمدلله رب العالمین. این آیه اول سوره الحمد است. این را که یاد گرفتی به دیگرش میگذاریم. خدا خواهد در مدت یک هفته نمازخوان هم میشوی.
دوستان قریب 2 ساعت وقت خود را صرف مکتب و تدریس در هوای کشاد کردند و وقتی که شعله‌های نخستین خورشید تخت پشتشان را گرم کرد به راه درآمدند. دارابشاه از آنکه خداوند در سخت‌ترین روز زندگیش چنین انسان دانا و پهلوان را به سر وقتش رساند روح گرفت. غم هجران یار جانی در دلش اندکی کاهید. زیاده از این به آینده خوشبین هم گشت. دلش گواهی میداد که با راهنمایی خیر محمد حتما به وصال بیجاده ماهش میرسد. گریزه ها هر قدر پیش میرفتند برف همان قدر بلندتر میشد. آخر الامر پیراهه تنگ نیز پس از یک خمگشت پیشدار زیر برف یخ کرده لغزانک ماند. آفتاب کم تأثیر بهاری گاهی در پس قله های سر به فلک نهام میگشت و گاهی رخ مینمود. از دشواری حرکت در پیراهه لغزان سر و بدن همسفران را عرق زیر کرد. دارابشاه احساس خستگی نمود. او چشم به قله کوه که گویا با آسمان یکجا میشد دوخته فکر میکرد که این راه آخر ندارد و آنها را به آبادی نمیرساند. این راه به کجا میبرد؟ پرسید دارابشاه. خیر محمد قدم سست کرده به قفا نگریست و حال همراهش را زود فهمید و گفت پس از نیم ساعت به دهه یورخ میرسیم. میدانم خسته شده ای، لیکن اگر دم بگیریم بدنمان خنک میکشد و بیمار میشویم. باز کمتر زور بزن اندوال. بعد از رسیدن انا به همون سنگ راه نشیب میشود. دل دارابشاه قوت گرفت. او کمان را به کتف دیگر گذاشت و قدمش را تیزتر کرد. با تخت پشت وسیع، قد بلند و راهگردی بردمانه خیر محمد نگاه کرده در دلش به تاباوری و متانت او احسان خواند. راه دشوار یک ذره شست خیر محمد را پس نکرده بود. او در پیراهه شبیه به بیراهه جای پاگذاری انتخاب نموده به تیزی آهو یا پلنگ با اعتماد قدم میگذاشت. دارابشاه چون آهو بره که از قفای مادرش میگردد فارغ از اندیشه راهکابی پی در پی خیر محمد گذاشته پیش میرفت. اندوال در تنت اینقدر طاقت و قوت از کجاست؟ خیر محمد به آنکه گشتش را سست نماید جواب داد. من شکارچی ام اندوال. ماهی 2-3 بار به کوه میبرایم. کوهگردی بدنم را ورزش داده است. از خودی بگذر، خدا را بنده شو، زندگی خواهی اگر ورزنده شو. این شعر را پیر ما شمس تبریزی بیهوده نگفته است. در کوهستان ما اگر به مانند شخ و سنگ آن سخت و متین نشوی، زندگی تو را به یگان پرتگاه بیبونش افکنده هلاک می سازد. و کمی سکوت ورزید و افزود: پروا نکن، تو هم بعد 1 ماه مثل من خواهی شد. تمام نشانهای پهلوانی را داری. با نوکران جنگ آزموده هر کس دل و گرده مقابلت کردن ندارد. حالا کمی گشت و گذار کنی آزاده پلنگ کوهستان می شوی. من به تو شمشیرزنی و تیرپرانی یاد می دهم. از بس که خوف به دست پیگردان افتادن دیگر دور شده بود، خیر محمد برای کم کردن احساس خستگی از هر خصوص صحبت کردن گرفت. گپش اساساً از شکار و شکارچی بود. دارابشاه سرگذشت پدر و باباهای او را که پشت به پشت اهل شکار بودند با رغبت زیاد گوش کرد. او بار اول می شنید که نخچیر و میشک مال پیغمبر سلیمان بودند و پریان آنها را شبانی می کردند. شکارچی برای هر یک حیوان شکار کردهش در نزد خداوند جواب می داده است. اگر نخچیر را به خاطر حرص و خودنمایی کشته باشد، در آن دنیا به غضب خدا گرفتار می شده است. خیر محمد حتی مثال آورد که چطور شکارچی 2 آهو بچه را می کشد و وقتی به خانه برمیگردد می بیند که 2 فرزندش از بالای درخت افتاده مردند. دارابشاه به نقله های مراق‌انگیز همسفرش گوش داده در دلش نیت می کرد که اگر تیراندازی را یاد بگیرد اول به وامر رفته ظالمانی را که بیجادم‌های عزیز او را خوار و زار کردند یک تیر زده می کشد. اما در این خصوص به خیر محمد چیزی نگفت، زیرا نمیخواست که بهانه پیش آورد و او را از نیتش برگرداند. نماز شام همسفران فراری به دهه یورخ رسیدند و در خانه اول را کوفتند.
در حسرت منظرشاه. در سر جسد بابک شهید بیبی انار اینان درد و علم چند ساله اش را سر داد. گریست، نالی، فیغان کشید، مویید. مادر بابک قوت گریستن نداشت. به یاد نشسته هر زمان از بند جگر آه پرسوز می برآورد. پسر 4 ساله بابک را به خانه همسایه برده بودند تا سایه مرده بر او نافتد. به جنازه نه تنها خویش و تبار نزدیک و اهل دهه شیدز بلکه مردم دهات اطراف هم آمده بود. مرگ بابک بیگناه همه را افسرده و مایوس کرده بود. مردم محبت خان ظالم را گویا و خاموش ناسزا می گفت و آرزو می کرد که منظرشاه سپهسالار هرچه زودتر برگردد و خلق را از ظلم و ستم نجات بدهد. بیبی انار را چنین احساس دست داده بود که گویا نه بابک بلکه منظرشاه به جان برابرش را کشتند و از آخرین امیدش به زندگی محروم ساختند. نوحه می کرد و با سوز جگر گداز این ابیات می خواند: سرکوهی بلند ارغوان گم کردم، زردین جوان پهلوان گم کردم، زردین جوان پهلوان نیست خبر، شمشیر برنده از میان گم کردم. عمرت بگذشت عمر دیگر نیست تو را، بگذشت جوانیت خبر نیست تو را، صیاد اجل خیمه زده در راحت، این راه را گرفت رهی دیگر نیست تو را. وقتی جنازه را برداشتند بیبی انار زیر بغل مادر بابک در آمده او را به گسیل پسرش برآورد. مردان پس از ادای نماز جنازه تابوت را برداشته رفتند. زنان رباعی می سرودند و نوحه می کشیدند. دهه شیدز اینسان جنازه پر آدم و سرغوغا را یاد نداشت. بیبی انار وقتی راه خانه را پیش گرفت که تاریک شد و خلیفه دلیلک روشن کرد. او ره به نگین مهتاب سنگیش نظر کرد و طبع خیره اش باز هم خیره تر گشت. نگین آنقدر سیاه بود که انگار سنگ را کنده به جای آن زغال شنانده بودند. او در جوی حولی دست رو شسته به خانه خوابش در آمد و به دماغ نشست. ساعت پس پلنجش سلطان بخت دستارخوان انداخت و نان و میوه و 2 کاسه شوربه آورد. بیبی آمدم که همراه شام بخوریم. با آهنگ تسلیت گفت سلطان بخت و حال زار پلنجش را دیده دم به درون زد. روی بیبی انار ورم، چشمانش سرخ سرخ، حتی قامت رسایش کمی خم زده بود. سلطان بخت زنی بود دلگشا، چشم سیر، خوش صحبت و سیر حرکت. با روی پرگوشت کلچه مانند، موی سرخ شتاب قفز، قد بلند و پیکر بزرگ چندیرش از کدبانوی آقسخال دیده بیشتر به زن دهقان شباهت داشت. بیبی انار از روز اول به خانه شوهر نوش بوالعطا قدم گذاشتن ندیده است که سلطان بخت بار جانبش رو ترش کرده باشد. در لبانش تبسم لطیف به همه بای و کمبغل، منصبدار و خدمتگار یک خیل با مهربانی و صمیمیت مناسبت میکرد. بیبی انار هم برای او گویا نه زن شوهرش بلکه خواهر یا دوگانه‌اش بود. 1 ماه اول بوالعطا هر روز میکوشید که با زن نوش هم بستر شود، ولی بیبی انار با ستیزه خواهش او را رد می نمود. اگر اصرار یا زوری کند داد و فریاد می برداشت. 1 ماه به همین منوال گذشت. یگانه دلگرمی بیبی انار پسر 4 سالش بود که از کامجویی های بیبرار پدراندر بی‌ضابطه می شد. وقتی دست بوالعطا به مادرش می رسید دامن گریه را سر داده خانه را از فریاد جرنگاسیش پر می نمود. بوالعطا ناچار می ماند و مادر و پسر را دشنام داده به در می رفت. 10 روز اول بیبی انار ریزه نان هم به دهان نگرفت. غم جدایی از شوهر و زورا نکاح شدنش به بوالعطا شیره و شربت بدنش را خشک کرده بود. ساعتهای دراز ناجنبان و پکر به نقطه چشم دوخته می نشست. همه چیز به نظرش بی‌معنا، خالی و کاواک می نمود. تنها وقتی پسرش سر جنگلموی خود را روی سینه‌اش می گذاشت احساس هستی در دل او شعله سرد می افروخت.
روز دهم پلنج سلطان بخت به نزدش درآمد، خود را شناس کرد و گفت: خواهر جان، خودت چیزی نخوری هم بچت را عذاب نده؟ نمیبینی اوضاعت را دیده آب و ادا شده است، سوزنش زنی خون نمیچکد. و پسرک را برداشته به سینه‌اش زیر کرد و با مهربانی مادرانه افزود: وای وای خالت مرد در جانت، چقدر خوشرو، چقدر بزیب، پنیر مامان بر این سفید، جانم شوی، درمانم شوی. نامت چی؟ پسرک از مهربانی و نوازش خوشحال گشت، در لبانش تبسم دمید و جواب داد: مهتلسا. او از زبان شیرینت گردم چه نام زیبا، تو هم مثل پدرت پهلوان میشوی، قهرمان میشوی. این دست و بازوی بین، این سینه و گردن نگاه کن، جوان مرد، شهسوار، مایه افتخار. رفتیم بیرون، هوای تازه گیریم، سیر کنیم. من به تو باغت رو نشان میدهم. باغ من؟ ناباورانه پرسید مهترشاه. از تو باز از کی میشد؟ من 2 دختر دارم، پسر ندارم. پسر من خودت هستی، تو که پسر من هستی، باغ من هم از آن خودت. رفتیم مهترسای باغدارک. ما باغ لویم؟ دو دله جانب مادرش نگاه کرده پرسید پسرک. بیبی انور از مهربانی پلنج اندکی روح گرفته زیر لب گفت: بیرو پسرم، تو نمیلوی؟ سلطان بخت در رشته گپ را به دست خود گرفت. بچه‌ام، مادرت نوتاب است، بیرون برایت شمال میخورد. زمستان نو دمش را خوده کرده گریخت، حالا خنک. و همین طور گپ زنان مهترشاه را در بغل گرفته از در برآمد. چند روز پس بولتا 2 روزه برای کار به وامر رفت. سلطان بخت در این مدت به پلنج خود قرابت بیشتر پیدا کرد. شخصا خودش حجره بیبی انور را روفت، لباس او و بچه‌اش را شست و یگان دقیقه از چقچق و خنده باز نماند. بیبی انور باور نداشت که پلنج یعنی رقیب جانی او به جای دشمنی به زنی که هر لحظه مقام او را صاحب شده میتوانست چنین مناسبت داشته باشد. بنابراین گفت: به خدمتگار میفرمودی یا من خودم میکردم بهتر بود. سلطان بخت از شستن باز ایستاد، برخاست و ستون حجره را کنار گرفت و با خنده جرنگاسی گفت: شاه ستون را کنار گیریم که عروس به گپ درآمد. در دهانت حلوا، شادیانه. ها مردم مژدگانی. عروسمان هم زبان داشته است. و ستون را سر داد و افزود: خواهر جان، با آن قوش و خواقت یگان خدمتگار جرأت ندارد که به تو نزدیک شود. نخواد من از خدمتگار بهتر کار کرده نتوانم؟ آخر تو صاحب خانه. تو چی؟ مگر صاحب خانه نیستی؟ این خانه به همه میرسد، حتی زیادی هم میکند. تو مهمان منی، من برایت خدمت میکنم. فقط دم به درون زده روز دراز چون بوم در بوته غم نشین. این قدر چهره زیبا داری، خزانش نکن. من صورت تو را میداشتم، روز دراز فقط قشلاق را دور میزدم. بیرون برو، هوای تازه بگیر. همسایه ها قد و قامتت را بینن. به تو دروغ به خدا راست، همسایه ها فکر میکنن که من و تو به هم ساز نگرفته ایم. از صمیمیت پلنج غیر عادیش در چشمان بیبی انور اشک حلقه زد. آخر غم بسیار دارم خواهر. و دامن گریه را سر داد. سلطان بخت دستانش را با دامن کرته‌اش خوش کرد و با یک دست مادر با دست دیگر بچه‌اش را کنار گرفت. در این حال چشمش به انگشترین بیبی انور افتید و دلش ته کشید. نگین آن سیب سیاه میتافت. توبه، رنگ نگین مگر کبود نبود؟ بیبی انور به آن یک نظر افکند و گفت: دلم چگونه باشد نگینم همون رنگ را میگیرد. خواهر جان، این خیر باشد دلت از غصه میکفد، احتیاط کن. بیبی انور به رقت آمد و علمهای دلش را سر داد. دل سلطان بخت هم گنده شد و به اختیار به گریه درآمد. مهترشاه نیز به زنان هم آواز شد. خدمتگار زنان آواز گریه را شنیده به گمان آنکه فلاکت رخ داد سراسیمه به حجره درآمدند. وقتی پلنج ها را اشکریزان در بغل هم دیدند، از حیرت چه کار کردنشان را ندانسته آنها را به حال خود گذاشتند. پس از گریه پرسوز بیبی انور را در کنار پلنجش خواب برد. سلطان بخت سر او را با احتیاط به بالین گذاشت و مهترشاه را برداشته بر روی حولی برآمد. با نگاه‌های سوال‌آمیز خدمتگاران شوخی‌آمیز چنین جواب داد: از نبودن بولتا هر دویمان سخت ضیق شدیم. وقتی بولتا از وامر برگشت، سلطان بخت پی مناسب یافته خواهش کرد: در چشمات قربان، البته تو مرد خانه‌ای و صلاح کار را از من بهتر می‌دانی.
ولی التماس تا مدتی به بی انور نزدیک نشود. غم و غصه که وی دارد سنگ هم نمی بردارد. بولتا بازرده گفت میدانم رشک میکنی، آسان نه دلم به او میسوزد. معلوم که شوهر اولش را سخت دوست می داشته است. باور کن در غمش آب و ادا شده است. راستش را گویم از این کار ابین رشکم آمد. آن وقت بولتا به گپ زنش اهمیت نداد. دلش به بی انور کشال بود و میخواست هرچی زودتر کام دل ستاند. ولی بعد 1.5 ماه دانست که دل بی انور قلعه تسخیر نشونده است. رسما زن وی باشد هم باطناً زن منظرشاست. روز تمام گپی در دلش جمع گردیده را در حضور بی انور چنین خلاصه کرد: من منظرشاه را نمیشناسم، لیکن درباره کارنمایی هایش بسیار شنیدم. تو در حقیقت هم زن سزاوار نام این مرد بوده ای. بر کلان کردت احسن. من به تو یگان زوری ندارم. طلاقت هم داده نمیتوانم. این را تو از من بهتر میدانی. فقط یک خواهش دارم. با کسی نگو که من و تو مناسبت زن و شوهری نداریم. من بعد چه خیلی دلت خواهد زندگی کن. برای تو و بچه‌ت چیزی لازم باشد بی‌با گپ زن. بی انور گپ او را میشنید و به دو گوشش باور نمیکرد. پس از آنکه گپش به آخر رسید، نزدش به زانو افتاد، دستش را بوسید و با گریه پرالم ندا داد: خداوند سر فرزندانت را از سنگ کند، مرا ببخش. نمیتوانم. من تنها زن منظرشاهم. باور کن، فقط زن منظرشاه. به عوض نیکی های تو و زنت اجازه ده که خدمتگار خانه‌ات باشم. بولتا این خواهش بی انور را با زنش محاکمه کرده اجرای بعضی کارهای سبک را به عهده‌اش گذاشتند. پس از 1 سال پدرش قباد مهترشاه را به بحر زود برد. سببش آن بود که مکتبدار شیز تعلیم بچه را به عهده نگرفت. در بحر زود قباد خودش به او خط و سواد یاد داده می توانست. همین طریق بی انور در خانه بولتا به سر می برد و شب و روز تضرع داشت که خداوند بار دیگر او را به منظرشاه برساند. آن روز پس از گسیل جنازه بابک به خانه برگشته سر به زانو گذاشت و زار زار گریست. سلطان بخت برایش آب آورد و سرش را خواهروار در کنار گرفت. این اثنا صدای پست شکستن چیزی به گوششان رسید. زیر زانویت چیز شکست، گفت سلطان بخت و در نیم روشنی سیاه چراغ هرچند پرماسید چیزی نیافت. بناخواست چشمش به انگشترین پلنجش افتید و با حیرت خطاب کرد: خدایا، نگین انگشتریت 2 پاره شده است. زنان از غایت تعجب با یک آواز وای گفته از جا خیستند. مهتاب سنگ را غصه بیکران بی انور کفانده بود. آن لخته خون سیاه گشته را به خاطر می آورد. زن تقسیم کنی. آن روز انگار زمین لرزه دهشتناک کوههای وامر را برکند و به سر بیجادما ریخت. در صحن قلعه وامر گویا محشر برپا شده باشد. 3-4 هزار نفر آدم جمع آمده بود. نوکران گروه بندیان را آورده در یک طرف زنان و در طرف دیگر مردان را روی زمینی که برفش چند روز پیش آب شده بود شناندند. مردم از دهه‌های دور و نزدیک روشان آمده در انتظار حل شدن تقدیر خویشاوندان خود ایستاده بودند. بیجادماه و همراهانش را صبح بر وقت به قلعه آوردند. زنان پس از 5-6 ماه حبس بار اول روزی روشن و هوای تازه را می دیدند. با دیدن شفق آفتاب در دل بیجادماه شعله امید آزادی برق زد. او به زن همپهلویش رو آورد: ما را آزاد میکنند. زن به او نگاه مایوسانه افکند و گفت: باور نمیکنم. آزاد میکردند، از همان باجخانه جوابمان میدادند، به فکرم میکشند. به سر بیجادماه گویا آب خنک ریختند. پشتش لرزید، دندانهایش به هم زدند. وقتی تمام بندیان را در میدان شناندند، از قلعه 2 مرد خوش لباس برآمدند. یکی شبیه قرغیزان، دیگری تاجیک. مرد تاجیک بالای خرسنگ برآمده خطاب نمود: بدانید و آگاه باشید که از همین روز اعتباراً شاه ملک شغنان جلالت مآب همایونفر
پشت و پناه مسلمانان و دین اسلام محبت خان ابن عبدالرحیم خان قلعه وامر را تسخیر کرده ملک روشان را به تابعیت خود درآورده به حساب آورد. یوسف علی خان به سبب غلط کردنهای بسیارش در امور دولت و دین از سلطنت معزول گردیده جناب حضرت دنیا پناه محبت خان او را به جای آویختن به دار اذن فرموده که به همراه مقربان آسیگشته خود به بدخشان مراجعت نماید. آنانی که در زمان یوسف علی خان مسئولیت حاکمیت را داشتند با امر جناب شاه ملک شغنان به وظیفه گردانده شده و مال و ملکشان ترکه گشته به خزینه دولت سپرده و زنان و دختران و خواهرانشان به عملداران نو نکاح می شوند. در مدت 7 روز عید نوروز شهد نشعه غلبه و تنتنه جشن عروسی زنان دشمنان غدار پرقیمترین تحفه برای دوستان و صعبترین پاداش برای دشمنان بوده باشد. از شنیدن این نطق دل بیجادما گویا از تپش باز استاد. گوشهایش زنگوله نواختند، سرش چرخ زد، مردم به تهلکه افتاد، زنان فغان کشیدند. ناآرامی ازدحام را دیده مرد قرقیز مانند که کمزول نظامی به برداشت و شمشیر حمایل به پهلو چالاکانه بالای خرسنگ برآمد و فریاد کشید: طلب می کنم که داد و بیداد نکنید و طبع بالیده شاه مملکت را خیره نسازید. کسی عربده کند قمچی می خورد. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار دهم. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.